عمر یار وفادار رسول است، عمر داماد زهرای بتول است، عمر مقبول شاه ذوالجلال است، عمر محبوب. نام پره‌ای او ابو حفص عمر ابن خطاب ابن نفیل ابن عبدالعزا ابن ریاح ابن عبدالله ابن قرط ابن رزاح ابن عدی ابن کعب ابن لؤی ابن غالب قریشی العدوی است. او امیرالمؤمنین و دومین خلیفه راشدین، صاحب کرامات و سرلشکری فتوحات حساب می یابد. خداوند توسط او اسلام را عزت بخشید و آزارها را از مؤمنان برداشت. او تازیانه و شمشیر را در راه حق میزد. خداوند توسط او حق را از باطل جدا فرمود و او نیز یکی از پیشاهنگان دین اسلام است که رأیش با قرآن موافقت کرده است و خداوند به دست او دین و ایمان را منتشر نموده است و شیطان از او در هراس بود. مردی بود دارای وقار و هیبت و بیشک او چراغ اهل جنت است. در حلیمی از او حلیمتر دیده نمی شد و در بخشش هیچ کوتاهی نمی نمود. زود بریقت می آمد و گریان می شد. خدمتگار ناتوانان و کمک کننده آنان بود. پیشوای عادل و خلیفه فاضل و شاهد بزرگترین واقعه ها بود. در دفاع از دین و مثل یک قلعه بود. اولین شخصی بود که در نزدیک کعبه آشکارا نماز گذاشت و آشکارا هجرت نمود. او زبان راستگو داشت. به حق پرستی در راه خدا شناخته شده بود. از سخنهای سخنچینان و بدگویان نمی ترسید و در اندازه های معین نموده خداوند استوار بود. نسبش به نسب پیامبر صلی الله علیه و سلم در کعب ابن لؤی ابن غالب راست می آمد. 13 سال پس از سال فیل تولد شده 5 سال قبل از هجرت اسلام آورده است.